حافظ میگد اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. صاحب در جواب حافظ میگد هر آن کس چیز میبخشد ز جان خویش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سر و دست و تن و پا را. شهریار بر جواب صاحب میگد هر آن کس چیز میبخشد به سان مرگ میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم تمام روح و معنا را.